علم ثابت کرده است که سن بهترین تحصیل تا 20 سالگی و آموختن زبانهای خارجی تا سن 13 سالگی می باشد. پس هر نفر را لازم است که این زینه عمر را خوب استفاده برده آن را به زبان آموزی، کسب آموزی و عموما به تحصیل سپری نماییم. در یکی از پیام سرور دولت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانی است با آموزش زبانهای خارجی به خصوص زبانهای روسی و انگلیسی تاکید شده قید گردیده است که شهروندان کشور باید این دو زبان را در 10 سال آینده در سطح زبان مادری تاجیکی بدانند. در این زمینه با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و 20 سالگی فاکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов با تشبث مدیر کافدره زبانهای انگلیسی دلافروز رشیدова و هفته زبان انگلیسی تشکیل گردیده آن جنبش شد. اسلام رحیمов دکان فاکولته در برآمد خویش قید کرد که هدف تشکیل چاره‌بینی مذکور این هرچی بیشتر به زبان آموزی جلب گردیدن دانشجویان می باشد. امروز هفته زبان انگلیسی جنبش ایستاده است. چند آزمون‌ها برگزار گشت در دوره این هفته و مقصد ما این است که در همین هفته کمتر شما بیدار شوید. و وقتی که شما بیدار بشوید برای آموختن زبان انگلیسی کمتر مراغ ظاهر میکنید از بودش بیشتر می شود و مقصد ما همین است که با بهانه هفته شما را فعالتر گردانیم. میفهمیم که علاقه مثلا هفته آخرین است، هفته آغاز امتحان ها است، لیکن شما باید در همین چیز، در همین چاره‌بینی فعالانه شرکت ورزید و خودتان را، دانشتان را نشان دهید، مهارتتان را نشان دهید. باید گفت که جنبسته هفته زبان انگلیسی از آزمون شعر و سرودخوانی، رقص، نمایش صحنه‌چی و مینیاتورها، گازیته‌های دیواری عبارت بوده. دانشجویان اختصاص انگلیسی برنامه فرهنگی آماده نموده مهارت و استعداد خود را در تشکیلاتچی و زباندانی نشان دادند. مسئولین ابراز داشتند که تشکیل و برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور بهر بازهم و سه نمودن جهانبینی دانشجویان، انکشاف نمودن ملکه نطق آنها مساعدت خواهد کرد. امروز در یک جمعیت بسیار زیبا اشتراک نمودیم و دیدیم که بسیار دانشجویان ما لیاقت بلند دارند، استعداد بلند دارند برای معرفی کردن خود را در زبان انگلیسی. من به همه استادانی که همین دانشجویان را تیار نمودم موفقیت ها می‌طلبم و می‌خواهم که همین دانشجویان در آینده و بسیار موفقیت ها سزاوار باشند. عبدالعزیز عاریپov یکی از دانشجویان فاکولته به حساب می رود. او در هر یک چاره‌بینی های دانشگاه فعالانه اشتراک می کند. ما دانشجویان تصمیم گرفتیم برای تنظیم و آرامی این کشور عزیز چنین چاره‌بینی ها را گذرانیده باشیم و می خواهم چنین چاره‌بینی ها زیاد گردیده باشد و تنظیم و آرامی صلح و پایدار همیشه پایدار باشد. در آخر جنبسته هفته زبان انگلیسی از جانب ریاست فاکولته دانشجویان فعال و غالبان آزمون‌ها با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. گزارش پروین احرار و نادری نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.